سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشید و خوش آمدید به یک ولاگ دیگه از چینل یوتیوب آستان دره ها یا تریشال دافته والس. امروز ما تصمیم گرفتیم سفری داشته باشیم به یک جای خاص، جایی که در دل کوه‌ها پنهان شده و قصه های زیاد تاریخی و افسانه‌ای را در خود نگه داشته. این مکان شاید زیاد مشهور نباشه، ولی وقتی برسی احساس میکنی پا به گذشته گذاشتی. پس تا آخر ویدیو با ما باشین، چون قراره چیزای جالبه ببینین که شاید هیچ جای دیگه نبینین. اینجا جایی است که تاریخ و افسانه یک جا جمع شده. ما رسیدیم به یکی از مرموزترین و قدیمیترین مکانهای افغانستان. گفته میشه اینجا در زمانهای قدیم مرکز حکومت بوده و افسانه های زیادی در موردش گفته شده. کدست و شهر بامی و دلپذیره، چکر گشت و دوتای بی نظیره، چکر گشت و دوتای بی نظیره. چطور به تو کدم دلم دا انجی، گلوی ما بغز تنهای میگیره، گلوی ما بغز تنهای میگیره. شهر ضحاک یکی از مکانهای تاریخی ولایت بامیان است که قدامتش به بیش از 1500 سال میرسد. میگن اینجا محل بود و باش پادشاهان و فرمانده‌های بزرگ بوده. در برخی افسانه ها این مکان به نام ضحاک ماردوش گره خورده که گویا در این کوه زندگی میکرده. کدست و شهر بامی و دلپذیره، چکر گشت و دوتای بی نظیره، چکر گشت و دوتای بی نظیره. سنترفشی هیکنوما بباره سمودم پیشی باده، خورمای لبشیدند و خیکنوما، خورمای لبشیدند و خیکنوما. چطور به تو کدم دلم دا انجی، گلوی ما بغز تنهای میگیره، گلوی ما بغز تنهای میگیره. چطور به تو کدم دلم دا انجی، گل
ضحاک در نخست جوان بخشنده و عادلی بود که بعدها توسط جادوگر نفرین شد و طبق افسانه ها 2 مار از 2 طرف شانه‌اش رویید. جادوگر با حیله و فریب وارد دربار او شد و او را با دستپخت فریبنده‌اش به دام انداخت. طبق معلوماتی که وجود دارد، جادوگر با نیرنگ نزدیک ضحاک می شود و در آخر 2 بوسه بر 2 دوشش می زند که بعد از آن 2 مار از جای بوسه می روید. به این دلیل خیله ها ضحاک را به نام ضحاک ماربدوش می شناسند. آن مارها آرام نمی گرفتند تا مغز 2 جوان بیگناه را بخورند. ضحاک بعد از آن واقعه به طور کلی تغییر کرد و هر روز 2 جوان بیگناه را قربانی می کرد تا آن مارها آرام بگیرند. سالها گذشت و ظلم و ستم ضحاک از مرز گذشته بود. هر روز 2 جوان بیگناه قربانی مارهای شانه او می شدند. دلها پر از ترس بود ولی خشم کم کم در دل مردم آشیانه کرده بود. در همین میان 2 آشپز دلسوز که در دربار ضحاک کار می کردند دیگر نتوانستند ظلم را تحمل کنند. آنان هر روز یکی از جوانها را پنهانی آزاد می کردند و به جای مغز او مغز گوسفند یا گاو را می پختند. این گونه بعضی از جوانان خوششانس نجات یافتند و در دل کوهها و دشتها پنهان شدند. با گذر زمان خشم آن جوانان تبدیل به قدرت شد و به یک نیروی پنهان تبدیل شدند. در همین دوران بود که از میان همه مردم رنج کشیده نوزادی به دنیا آمد به نام فریدون. مادرش از ترس اینکه پسرش قربانی مارهای ضحاک نشود او را در کوهها و در دامان طبیعت بزرگ کرد. فریدون جوان با روح آزاد و دل پر از امید و خشم از ظلم رشد کرد. وقتی فریدون بزرگ شد و از ظلم ضحاک آگاه گردید، تصمیم گرفت که برای نجات مردم و جوانان بیگناه قیام کند. ولی او به تنهایی نمیتوانست این کار بزرگ را انجام دهد، پس باید دل مردم را بیدار میکرد. در همین زمان بود که مردی به نام کاوه آهنگر از دل مردم برخاست. مردی ساده اما با دل آتشین و قلبی پر از درد. یکی از فرزندانش را ضحاک قربانی کرده بود و حالا می‌خواستند فرزند دیگرش را هم ببرند. کاوه که تاب نیاورد به قصر ضحاک رفت، ولی وقتی چیز جز تحقیر و تهدید نشنید قیام کرد. او پیش چشم همه چرمی را که بر آن آهنگری می‌کرد به نیزه بست و گفت: این پرچم ماست، این نشان داد ماست.
مردم از هر سو به کاوه پیوستند. آن پرچم تبدیل شد به درفش کاویانی، نماد آزادی و مقاومت ملت. وصف سیاه پیکی کنم پیاده سن طرفشی کدستو شهر بامیو دلپذیره چکر گشت و دوتای بی نظیره چکر گشت و دوتای بی نظیره چطور به تو کدم دلم دا انجی گلوی ما بغز تنهای میگیره گلوی ما بغز تنهای میگیره کاوه و فریدون مردم را گرد هم آوردند و به سوی قصر ضحاک حرکت کردند. در جنگی بزرگ فریدون با گرز گاو سرش به جنگ ضحاک رفت. پس از نبردی سخت ضحاک شکست خورد و به بند کشیده شد و اینطور بود که فریدون ضحاک مربدوش را پس از نبرد خونین با زنجیرهای آهنین از جنس آتش و دعا به دل کوهی بلند و خاموش برد. کوهی که تا آن روز کوه بود، اما از آن روز به بعد تبدیل شد به زندان ابدی ظلم و تاریکی. ضحاک را در اعماق آن کوه بستند، جایی که هیچ نوری نمی رسد و فقط صدای باد و زوزای حیوانات وحشی پیچ می زند. بعد از آن نه از ضحاک ظالم خبری بود و نه از مارها. ولی بعضی افسانه های ترسناک وجود دارد که می گویند وقتی که زمین لرزه اتفاق بیفتد، ضحاک زنجیرهایش را محکم به زمین می کوبد تا از آن زندان تاریک خلاص شود. بزرگان محل می گویند اگر ظلم در زمین زیاد شود، اگر دلهای مردم سیاه شود، دروغ از راستی پیشی گیرد، زنجیرهای ضحاک میشکنند. شاید هم وقت آن نرسیده است یا خیلی نزدیک است. تشکر که در این سفر رمزآلود با ما بودین. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنین. تا ویدیوهای بعدی خدایار و نگهدارتان. پیاده سن طرفشی کنم